بریم سراغ گام اول فاز اول، شناخت اینستاگرام و الگوریتم اینستاگرام که بسیار بسیار مهمه. چرا؟ چون ما میخوایم تو زمین اینستاگرام بازی کنیم. مثل فوتبال که تو اول باید قوانین زمین فوتبال رو بدونی، تو اینستاگرام رو بخوای کار کنی باید قوانین محیط اینستاگرام و زمین بازی اینستاگرام رو بدونی تا درست بازی کنی. مهمترین نکته‌ای که میخوام همین اول کار بهت بگم که یک نکته نگرشی هست اینه: فعالیت در اینستاگرام 3 سبک داره. به این اسلاید دقت کن. هر پیجی که تو میبینی میتونی قضاوت کنی که این پیج داره کدوم یک از این 3 سبک رو بازی میکنه: سبک ویترین، سبک شبکه تلویزیونی و سبک قبیله. میخوام توی این ویدیو، توی این درس، فقط در مورد همین اسلاید صحبت کنم. چرا؟ چون برای من مهمه که تو نوک هرم باشی، یعنی سبک قبیله‌ای فکر کنی، سبک قبیله‌ای بازی کنی. ممکنه اولای کار تو خیلی نتونی سبک قبیله‌ای کار کنی، ولی من ازت خواهش میکنم به این سمت برو که یواش یواش پیجت تبدیل بشی به یک قبیله. خب این نیاز به یک توضیحاتی داره که توی این درس میخوام بهت بدم. اول بریم سراغ پایینترین سطح یا کم بازدهترین سبک فعالیت در اینستاگرام که بهش میگن ویترین مغازه، یعنی من بهش میگم ویترین مغازه. پس شد سبک ویترین، سبک شبکه تلویزیونی و سبک قبیله. این سبک‌ها تفاوتش با هم دیگه چی؟ هرچی به سمت بالا میریم قطعا این بهترین سبک. هرچی به سمت بالا میریم میزان ایجاد ارزش در اون پیج بیشتر میشه. هرچی به سمت بالا میریم عامل انسانی، احساسات، تعامل، ارتباط بیشتر میشه. هرچی به سمت بالا میریم تأثیرگذاری محتوا و پیج شما رو مخاطب بیشتر میشه. یعنی سبک ویترین یک پیج کاملا خشک و بیروحیه که فقط مثل یک کاتالوگ یا ویترین محصولات رو نشون میده. و بالای قضیه سبک قبیله یه پیجیه که فالوورهای اون پیج خودشون رو عضوی از اون پیج میدونن، مثل قبیله که تو فاز سوم دوره جامعه نوابغ اینستاگرام خیلی مفصل در موردش صحبت میکنم. یعنی فالوورها یک احساس تعلقی به اون پیج دارن. اون پیج مثل یک موجود زنده است براشون، نه فقط کاتالوگی از محصولات. حالا پس سبک ویترین پیج هایی هستن که وقتی تو پیج میری این پیج ها فقط یه سری عکس یا ویدیو محصول گذاشتن. خیلی از پیج های فروشگاهی، یعنی پیج هایی که کالا میفروشن، سبک ویترینن، درآمدم دارن ولی همین پیج ها اگر برن به سبک قبیله‌ای که خواهم گفت، قطعا فروششون چند برابر میشه. ولی چون مایندست و طرز فکرشون در مورد اینستاگرام اینه که من فضاییه که یه پیج بزنم، یه سری عکس محصول یا ویدیو محصول بزنم، بعد از اون ور تبلیغات کنم، مردم بیان ببینن و بخرن، به خاطر این طرز فکر محدود کننده هیچ وقت به سبک قبیله‌ای نمیرسن. یا به عبارت بهتر طرز فکرشون محصول محوره، نه مخاطب محور. تو سبک ویترین ما مردم رو، مشتریانی میبینیم که قراره بیان تو پیج ما و تصمیم بگیرن یکی از محصولات ما رو بخرن، حالا هر چیزی که هست. ولی تو سبک قبیله‌ای که نوک هرم هست، تفکر ما نسبت به فالوورها اون انسانهایی هستن که یه سری علایق دارن، یه سری نیازها دارن، یه سری ارزشهایی دارن و
ما تمرکزمون رو اون مخاطبه، رو اون انسان است و تلاش میکنیم با این انسان ارتباط برقرار کنیم، با تولید محتوا، با استوری، با لایو، و به نیازهاش پاسخ بدیم. چجوری به نیازهاش پاسخ بدیم؟ با فروش محصولات و خدمات. ببین چقدر فرق کرد. تو مدل محصول محوری ما تمرکزمون رو فروش محصولاتمونه، یعنی مخاطب رو به عنوان یه خریدار فقط میبینیم. ولی تو مدل قبیله‌ای درسته نهایت هدفمون اینه که بخره، ولی اون آدمه، اون انسانه رو میبینیم که میخواد اون محصول رو بخره که یه چیزی تو زندگیش بهتر شه. بذار یه مثال برات بزنم. فرض کن تو پیجی داری که گیاهان آپارتمانی میفروشی، پیجی که سبک ویترینه. وقتی تو پیجش میری فقط یه سری عکسای حالا قشنگ از گل گرفته، گلای مختلف با گلدونای مختلف، این عکس‌ها رو گذاشته، قیمت هم تو کپشن زده حالا یا نزده. این میشه پیج سبک ویترین. ولی همین پیج با همین ایده تو همین حوزه وقتی میشه سبک قبیله‌ای، چه اتفاقی براش میفته؟ حالا برای اینکه بهتر متوجه شی بذار قبل از این که بگیم این پیج خشک بیروح که فقط عکس گلاست میره تو سبک شبکه تلویزیونی، چه اتفاقی براش میفته؟ بعد قبیله تو سبک شبکه تلویزیونی این پیج علاوه بر این که فقط عکس گل یا معرفی گل بذاره، چون میخواد به مخاطبش یه ارزشی بده، یه چیزی اضافه کنه، فقط به دید خریدار بهش نگاه نمیکنه، شروع میکنه یه سری ویدیوهای آموزشی در حوزه نگهداری گل، در حوزه قلم زدن گل، این که برای هر محیطی با توجه به نورش چه گیاهی بهتره، چه گیاهی خوب نیست، و در مورد اینها هم صحبت میکنه. یعنی یه جورایی تخصص خودش رو هم به مخاطب ارائه میکنه. حالا یه پله میریم بالاتر. پس تو سبک شبکه تلویزیون طرف صاحب اون پیج فقط عکس محصول نمیذاره، یه سری حداقل توی استوری یا توی لایو هاش یه سری نکات آموزشی مربوط به حوزه کاریش رو هم میگه. حالا میریم یه سطح بالاتر. سبک میخواد بشه سبک قبیله‌ای. خوب به حرفام دقت کن، خیلی مهمه. وقتی این پیج میشه سبک قبیله‌ای و به مخاطبش به دید یک انسانی نگاه میکنه که قرار از طریق پیجش، از طریق محصولاتش زندگی اون رو بهتر کنه، بازی کلن عوض میشه. محتوای با روحی میشه، محتوای احساسی تری میشه و اون احساس به مخاطب و فالوور انتقال پیدا میکنه، انرژی انتقال پیدا میکنه. کسی که صاحب یک پیج قبیله‌ای اول از همه خودش عاشق محصولشه. اگر ازش بپرسی چرا داری گل و گیاه میفروشی، نمیگه چون بازارش خوبه، نمیگه چون سالها تو این کار بودم با چی کار کنم، اینا نمیگه بهت. میگه من عاشق گل و گیاهم و اعتقاد دارم گل و گیاه زندگی آدم رو آرامش میده و به خاطر همین تو این پیجم که قبل از این که محصول بفروشم پیامم رو به مخاطب برسونم که اگر خونت گل و گیاه نداره، خونت روح نداره. من عاشق اینم که تراس خونه ها پر از گل و گیاه زیبا بشه. این مایندست و این طرز فکر تو ذهن صاحب این پیج باعث میشه که اون آدم با فالووراش ارتباط برقرار کنه، کانکشن برقرار کنه و این عشقش، این انرژیش، این اشتیاق سوزانش رو منتقل کنه به اونها. و این آدم تو استوری یه جور دیگه فعالیت میکنه، تو لایو یه جور دیگه فعالیت میکنه، نیازهای مخاطب رو شناسایی میکنه. مثلا میبینه فالووراش تو نگهداری گل و گیاه ضعف دارن، میره براشون یه دوره آموزشی میسازه و این رو به عنوان هدیه اضافه میکنه به محصولاتش و همین کار باعث افزایش فروشش هم میشه. همه چیز از مایندست و طرز فکر شما به کارتون شروع میشه. همه چیز. کسی که مایندست و طرز فکرش رو درست کنه ناخودآگاه درست بازی میکنه. ناخودآگاه درست بازی میکنه.
کسی که سبک قبیله‌ایه بیشتر از این که خودش رو مدیر یک کسب و کار بدونه، خودش رو لیدر و رهبر یک کسب و کار میدونه. حتما برید مطالعه کنید تفاوت بین مدیر و لیدر. کسی که مدیریتی کار میکنه، مدیریتی فکر میکنه، و کسی که لیدرشپ و رهبری میکنه. من از همین الان ازت میخوام تو هر حوزه‌ای که میخوای کار کنی، هر محصولی که میخوای بفروشی، مایندست و نگرشت رو قبیله‌ای کن. فالوورهای پیجت رو اعضای قبیلت بدون، افرادی که با تو هم هدفن در یک چیزی. اونا هم عاشق گل و گیاهن، اونا هم برای گل ارزش قائلن، و سعی کنی پیامت رو هی منتقل کنی بهشون. کسی که قبیله‌ای فکر میکنه یواش یواش که میره جلو یک جنبش ایجاد میکنه، یک به قول انگلیسی ها یک موومنت ایجاد میکنه، جنبش عاشقان گل و گیاه. حالا کفش میفروشی، جنبش عاشقان کفش. ساعت، جنبش ساعت بازها. لوازم آرایش، جنبش اونایی که برای زیباییشون خیلی ارزش قائلن. لوازم آرایشی مثلا ارگانیک، جنبش اونایی که دوست ندارن با لوازم آرایش پوستشون خراب بشه. و تو باید به ایده اون پیجت که ما بهش میگیم ایده قبیله، هر قبیله‌ای یه سری اعضا داره، میشه فالوورای شما، یه ایده کلی داره که میشه همون ایده پیجتون. اینا رو همه رو صحبت میکنیم تو فاز سوم، ولی من اینو همین فاز اول، گام اول گفتم برای این که این چیزیه که تو رو متحول میکنه به این سمت حرکت کنی. پس تفاوت این شد: ویترین بسیار خشک، فقط محصول. قبیله کاملا انسانی و با روح. شبکه تلویزیونی یه حد وسطیه، علاوه بر اینکه عکس محصول میذاره یه سری ویدیوهای آموزشی هم میذاره، ولی باز اون حسه، اون عشقه خیلی منتقل نمیشه. اینها تفاوت‌هایی بودن در مورد این سه سبک فعالیت در اینستاگرام و سه سبک نگرش در اینستاگرام. خب رفیق، عملگرای جنگنده باش تا درس بعدی.